سلام. امروز قرار ماینکرافت سوروایول بازی کنیم. اسمشو میذاریم ابوالفضل. کاملا سوروایول ادامه میدهیم. هیچ کریتیوی نیست. اگر مردم یه جا و هنوز تختمو ریسپان نکردم میتونم کریتیو بزنم که برم اونجا. خب اسپان شدیم. خوبه چون این جایی که صافه بیشتر ویلیج پیدا میشه و اونجا رو میتونیم خونه بسازیم و اونجا زندگی. ایشالا دوباره یوتیوب دیگه نده خیلی ویدیوات چیزه، چون فاطمه فکر کنم همون فاطینا با سجاد که شاید شما هم بشناسید یا شاید هم نشناسید. میکنیم و میریم سنگ. بالایی فکر کنم 10 دقیقه دیگه نمیذاره ویدیو بذارم. بابا چند دقیقه شده؟ 3 دقیقه شده. چرا با این استفاده کرد؟ اینجا هم زیاد گوسفند پیدا نمیشه. اینا کیان همش پیام میدن. سلام. گوسفند دیدی؟ اونجا هم گوسفند خاکستری داریم ولی ما نه، خاکستری نمیخوایم. ما گل پژمرده میخوایم که چیز شه، که سفید بهمون بده که بعدش اون گوسفنده رو سفید کنیم که پشمامون چیز بشه و تخت بسازیم.
خیلی هم سخت میده. اسکویشی هم همه تو استریماش اینجوری میگرده. یار زمینم انگار اصلا داره آدم فضایی انگار. کجوانم اگر میشناسید که دوبله کرده که چیز کنه، مطمئنا شاید دیدین یا شاید هم ندیدین. من هر ویدیویی که گذاشتم رفتم ببینم چی شده. بیشترتون کی هستین؟ چه سن و سالی بیشتر میبینن ویدیو همو؟ والا دیدم بیشترشون 17 40 20 ساله. بیشترشون 40 45 ساله میبینن ویدیو همو. یادم رفت که رفتیم تیبلم اینجا بود. همینو میذاریم هر کی اینجا آمد تخت میسازیم و نفشش میکنیم. سفید باشه اصلا رنگ خود تا اینجا ندرک بود اسمش، یادم چقدر تبر طلایی این چند شده. سه اتک، این 5 اتک، این 4 اتک. هر کدومشون هم یه دونه این چند دارن. یه ویلیج پیدا کنم که چیکار کنم؟ اگر فهمیدید میدونم فهمیدید. نمیدونم چرا من تا 12 دقیقه ویدیو بود نذاش یوتیوب. نیم ساعت که نه 1 ساعت داشت آپلود میشد. گفتم شاید باگ باشه، دوباره گذاشتم نشه، نشد. امروز تا ویلیج پیدا نکنیم من ولکن نمیشم. اینجا رو ببینیم نریم توی یخ. بوزی بوز رفت. از اون تموم میشه. فقط نشونه که میخواستم همین کدو تنبل بود، چون اگر کدو تنبل باشه یعنی اینجا ویلیجر هم بعضیاشون کدو تنبل میکارن. اینجا هم رشد شده. اگر اینجا باشه نیستش، شاید اون بر باشه. بله بچه ها برق رفت.
ایشالله زندگی خوبی داشته باشین تا برق بیاد. ویدیو تمام. خداحافظ.